دوصد نفر کارمندانی مؤسسه دولتی کودکیستانی پرزیدنتی ویلایتی سوغد تصمیم گرفتند که برای رسانیدن کمک به مرد دهقان به حشر پختچینی برویند. آنها پخته خوجگی دهقانی زیراعتکار را غنوچین کردند. ҳашарчиён در میدان پختزار با فضای ایدانه تillои سفید را جمع آوری نمودند. اهل کارمندان مؤسسه دولتی کودکیстони президентӣ вилояти Суғд امروز با غالبیت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان روح بلند گردیده تصمیم گرفتیم که با دستور و سپارش های رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده و خوجگی دهقانی به نام زیرواتکور با تشبث دیرکتور مؤسسه برای غنوچینی تillои سفید سهم خود را گذاشته ایستادیم. کارمندان مؤسسه دولتی کودکیстони президентӣ هر سال به پختچینی میبرایند. آنها سال گذشته نیز چند مرتبه به خوجگی‌های دهقانی یاری عملی خود را رسانده بودند. امسال نیز سهم خود را در غنوچینی پخته